سوال دیگر این است که برادر گفتند دعاهایی که در تشهد اخیر خوانده می شود در نماز، مثلا نماز 2 رکعته می خونید پیش از سلام دادن دعاهایی که خونده می شود، یا نماز 4 رکعته می خونید پیش از سلام دادن دعاهایی که خونده می شود، به ما بیان بگید. بارک الله فیکم برادر عزیزم و خواهر بزرگوارم. علما در مسئله دعایی که پیش از نماز میکنین اختلاف کردن. بعضشون میگن چی دعایی میدونید به زبان عربی از پیامبر تعلیم گرفتید یا که خودتون به زبان عربی دعاهایی که ازاد کردید پیش از سلام دعا کردن و گفتن این دعا جایز است. و قول دوم و سخن دوم و مذهب دوم میگن که پیش از سلام دادن فقط همان دعاها را میتوانید بکنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده باشند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعاها اثبات شده باشد. و قول درست و راجح این است که در نماز بعد از تحیات، بعد از اللهم صل علی اللهم بارک علی، همون دعاها را انسان باید بکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده اند یا که گفتند که بکنید. دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بودند و از پیامبر اثبات شده است کردنش خوب است، افضل است، مستحب است. اما دیگر دعاها را از خود درآوردن خوب نیست و بعضی از علما این را بدعت هم دانستند یا که غیر مجزی یا که جایز نیست دانستند، به مانند شیخ البانی رحمت الله که در کتاب صفت الصلات ذکر کردند که افضلش انسان دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکند. و دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند به نهایت زیاد است و بهترین دعا و افضلترین دعا بعد از التحیات و بعد از اللهم صل علی و اللهم بارک علی این اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جهنم و من شر فتنة المحیا و الممات و من شر فتنة المسیح الدجال. یعنی ای الله من به تو پناه میبرم از عذاب قبر و از عذاب جهنم دوزخ و نار و از عذاب یا که از فتنه زندگی و مرگ و از فتنه مسیح الدجال. مسیح الدجال دجال یعنی اون فتنه که در آخر زمان میاد و از اون هم به تو پناه میبرم میگه. و این اولین دعا بود. و این چنین شما دیگر دعاها رو میتوانید بکنید. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر المغفرة انک انت الغفور الرحیم. پروردگار من ظلم زیاد کردم، این ظلم را غیر از تو هیچ کسی نمیبخشد، تو بخشنده مهربان هستی، مرا ببخش. یا که بعد از این میتوانید بگید که اللهم انی اسالک بكل ما سالك به عبدك و نبیك محمد صلی الله علیه وسلم و اعوذ بك من كل ما استعاذ به عبدك و نبیك محمد صلی الله علیه وسلم. ای الله من از تو میپرسم تمام چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از تو پرسیدن و من از تو طلب میکنم تمام چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از تو طلب کردن و پناه میبرم به تو از تمام چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون پناه بردن. این یعنی جوامع الدعا هست. چخاله که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عایشه رضی الله عنها جوامع الدعا رو یعنی جوامع الکلیم رو در دعا تعلیم داده بودن. یکی از جوامع الکلیم همین است. پس مختصرا همین 3 دعا است و این چون دعاهای دیگری زیاده وجود دارد که بارک الله فیکم دلالت به دعا کردن بعد از اللهم صل علی بارک الله میکنه. حیاکم الله و بیاکم.